رمضان که میشه بعد 17.5 دقیقه تراویح است. اگر کسی بگه که تراویح تو صحیح نیست، میگه 500 سال مولا نبود. مذهب ما این نیست که 17.5 دقیقه بخوانی. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء نصر الله والفتح وجعلنا تهدنا بإذن الله أفواجا مسبحا بحمده واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. یک حالت است، یک رقم جنجال است. الیاذ بالله ثم الیاذ بالله ثم الیاذ بالله. باز حافظ صاحب از ما خفه نشو که با ما توهین کردی. ما عمر خود وقف کردیم به دفاع از عالم، حافظ، مدرسه، شعائر دین. وقف عمر ما بر امیست به خاطر که تو در پیش خدا مسئول نشوی، ما مسئول نشو. به همین خاطر می جملات میگم خودت با هم فکر کن که من چی گفتم. بگیرین بخورین بخور. بس این فرق بینش ببین که از کجاست. قرآن کریم به ما هدایت میدهد ورتل القرآن ترتیلا. قرآن به ترتیب و ادای مخرج عربی باید خوانده شود. پس از این خاطر اینمی است که جهالت تاریکی است. جهالت تاریکی است. در تاریکی انفجار است. در تاریکی پایت سری تبر تیز میره. در داخل تنور میره. تنوری که هنوز زغال داره و آتش نداره. در هر مصیبتی که بگویی در تاریکی میری. پس اینمی جهالت نامش تاریکی است. برو به طرف نور که او عبارت از علم.